фирӯза нарзуллоеваи 45 сола аз он заноneст ки зӯроварии шавҳараш оилаи замоне сарҷам ва хушбахти онҳоро шикаставу аз ҳам пош дод. ӯ мегӯяд бо ҳамсараш ғайрат нарзуллоев бо ишқу дӯстдории ҳамдигар оила барпо карданд ва аз 26 сол зиндагии якҷоя ду писар ба дунё оварданд. вале баъд шавҳараш шаробхора шуд ва рӯзгори оилавии онҳоро сиёҳ кард. Bas meomad, hiç joyda men nadiyedem. Anam tu bugmish mekune du muy sartun anam te qabida. Amin zada to anmi tochke me biode kuet. Zada dost. Bachcho mana darvo kargit na visokem kocha poyluchak bachcho man kullichak. Rozoye kedem miskasne bena khudo meko. خانم فیروزه میگوید ولی به خاطر فرزندان و به امید روز اصلاح شدن شوهرش ضرب و لط و دشنامهای او را تحمل میکرد. اما بار کاسه صبر نیکروز فرزند کلانی آنها وقتی که پدرش او و عروسش را دشنامهای قبیح داده به سرش حمله کرد شکست. او با چند ضربه بل پدری 47 ساله اش غیرت نرزولایف را در حولیشان به هلاکت رسانید. بنا به اطلاع مقامات پلیس سوخت، نیکروز نرزولایوی 25 ساله ساکن شهرک شیدان مرکزی ناحیه اشت با اتهام قتل پدر خود دستگیر گردید و به حبس پیشکی گرفته شده است. پدر او در بیمارستان از زخم‌های برداشته‌اش جان داد. این حادثه شب 12 سپتامبر سال جاری رخ داد و ساکنان این شهرک را تکان داد. بنا به آمار رسمی در سال 2017 در ولایت سوخت 24 قتل و کشتار آدمان به قید گرفته شده است که اکثر آنها مثل در عائله نرزولایف ها در زمینه زوراوری در عائله رخ داده است. در 3 مورد زنان از دست شوهران خود و نزدیکانشان به هلاکت رسیدند. کریم الله سفروف یکی از دادستان‌های دادستانی ولایت سوخت و اشتراکدار همایش جلوگیری از خشونت خانوادگی در خوجند بران است که تحمل و خاموشی در برابر زوراوری در عائله عامل‌هایی است که عاقبت‌های فاجعه‌ای به بار می‌آورد. پلیس سوخت 84 عائله نااستوار را که میان اعضای آن گاه و ناگاه مناقشه و جنجال‌ها سر می‌زند به قید و زیر نظارت گرفته است. سازمان زنان گلرخسار در خوجند که زنان خشونت دیده را دستگیری میکند در سال جاری به 44 زنی در عائله خشونت دیده و 23 کودکان آنها پناهگاهی موقتی داده است. زرینه عبدالقادر و از مسئولان این سازمان گفت در سال روان به صورت عموم حدود 1800 ساکن و عمدتاً زنانی در خانواده مورد زوراوری شوهران یا نزدیکان خود قرار گرفته جهت گرفتن پناهگاه و یاریهای طبی و حقوقی و روانی به این سازمان مراجعت کردند. منظور مومین و ناظر عاید به پیشگیری از زوراوری در عائله در شعبه کارهای داخلی شهر خوجند دیگر از اشتراکداران همایش جلوگیری از خشونت عائلوی میگوید خشونت‌های عائلوی عمدتاً در زمینه میزدگی شوهران، تلاش حولی و منزل بین اعضای عائله، رشک، سختی شرایط زیست و نامراسایی بین اعضای خانواده ها سر میزند. به قول او سری وقت آشکار و تحت نظارت گرفتن عائله های نااستوار از پیامدهای وزنین زوراوری در خانواده جلوگیری خواهد کرد.